روز یکشنبه دهم ایون منتخب فوتبال مصر برای شرکت در جام جهانی سال 2018 وارد روسیه شده با پذیرایی گرم در شهر گرازنی چچنستان مواجه شد. ستاره فوتبال مصر و دسته انگلیسی لیورپول محمد صلاح که در بازی فینالی جام قهرمانان اروپا از کتفش جراحت برداشته بود، همراه با منتخب مصر در چچنستان است و به قبل طبیبان در قواآزمایی‌ها اشتراک خواهد کرد. در ورزشگاه احمد ارینا محمد صلاح همراه با رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف ظهور نمود. بعد به اصطلاح دور افتخاری در میدان، محمد صلاح به سؤال‌های خبرنگاران پاسخ داد. ما آماده ایم و همه چیز خوب است. در جام جهانی مصر تا کجا خواهد رسید؟ من نمیدونم. همه فوتبال بازان امید و آرزوهای کلان دارند و باور دارم که به نتیجه خوبی خواهیم رسید. روحیه شما بعد جراحت چگونه است؟ همه چیز خوب است. محمد، آرزوی خودتان چیست در این مسابقه؟ مصر 28 سال در چنین مسابقه اشتراک نکرده است. بنابراین هر دستاورد ما بزرگ است. با عرب‌هایی که اینجا حضور دارند درباره وضع سلامتیتون چه حرفی گفتنی دارید؟ الحمدلله همه چیز خوب است. بعد از جراحت محمد صلاح در قواآزمایی‌ها اشتراک نکرده است. پیش بینی می شود که او 15 ایون در قواآزمایی مصر با اوروگوئه به میدان می براید. محمد صلاح در رویخط فوتبالبازان شریک در این قواآزمایی شامل است. در بازی اولی این گروه 14 ایون روسیه با عربستان سعودی روبرو خواهد شد. ورود دسته مصر برای ما حادثه خاطرمان است. ورزشگاه ما خیلی هم معروف است و جمهوریمان ورزش را دوست می‌دارد. از این رو همه خوشحالند که منتخب فوتبال مصر محمد صلاح به جمهوری ما آمد. ما محمد صلاح را دوست می‌داریم زیرا او حرفه‌ای و مسلمان است. تمرین منتخب مصر را صدها هوادار فوتبال چچنستان تماشا و عکس‌های کاپیتان دسته رقیب روسیه را بالا برداشته بودند. جمهوری چچنستان بیش از هر منطقه دیگر قفقاز شمالی پیشرفته و آرام است. از این رو تنها این منطقه فدرالی دسته فوتبال شریک در جام جهانی را قبول کرده است. دیروز کسی به این چیز باور نمی‌کرد. 19 ایون در سنت پترزبورگ دسته‌های روسیه و مصر قواآزمایی می‌کنند.